میگن روزی یک جهانگرد با تجربه داشته از یک شهری عبور میکرده، گذرش میخوره به یک معبری و یک گذرگاهی و اونجا یک پیرمردی رو میبینه که با عجز و ناتوانی در حال آه و نفرینه. جهانگرد به این پیرمرد نزدیک میشه و میگه پیرمرد چرا اینقدر عصبانی هستی؟ چرا این همه آه و عجز و داد و بیداد رو انداختی؟ پیرمرد میگه که جوان مرد به این درخت نگاه کن و بالای اون درخت اون جوونکی که اون بالا نشسته. جهانگرد به اون درخت نگاه میکنه و به اون جوونک میگه خب، میگه این جوونک هر روز کارش اینه که میاد اینجا با کمال بی‌ادبی با سنگریزایی که با خودش بالای درخت میبره رهگذران رو مورد خطاب قرار میده و آزار و اذیتشون میکنه و هر کس هم اعتراض میکنه اعتراض به جایی نمیرسه. جهانگرد میپرسه خب این پسر مگر پدری نداره؟ مأموری، داروغه‌ای؟ پیرمرد دوباره نگاهی به جهانگرد میاندازه و با کمی ناراحتی میگه پدر این پسر دلاک شهره و دلاک مخصوص حاکم و محبوبه. حاکم ظاهرا خیلی با مشتمال‌های این دلاک لذت میبره و به همین خاطر هر کسی که اعتراض میکنه پیش داروغه میره، پیش پدر میره، پیش حاکم میره، نه تنها که جوابی نمیگیره که متاسفانه گاهن تنبیه هم میشه و مورد شماتت قرار میگیره و این پسر با توجه به اینکه این موضوع رو میدونه که به کارش داره ادامه میده و گستاخ‌تر میشه. جهانگرد مکسی میکنه و دست میکنه در خورجینش، کیسه سکه‌شو در میاره و 4-5 تا سکه میندازه زیر درخت و به راه خودش ادامه میده. پیرمرد با تعجب میگه ای آقا، ای جوان مرد، شما این پرسش‌ها رو از من داشتی؟ من فکر کردم که میخوای این پسر رو تنبیه کنی یا اینکه بهش پند و موعظه بدی. جهانگرد نگاهی به پیرمرد میندازه و میگه واقعاً این چیزایی که شما الان تعریف کردی اینه که نه پند و موعظه من اثر داره و نه آه و عجز و ناتوانی شما. من این سکه رو انداختم اینجا برای خونبهای این پسر، روزی که جوانکی گستاختر از این پسر با اولین سنگریزش با سنگی بزرگ اون رو از بالای درخت میاره پایین و جواب همه این بی‌ادبی‌ها و گستاخیاش رو میده و اونجاست که باید پول خون و دیه‌ش رو بده. این سکارم گذاشتم اینجا. بعضی وقتا باید سکوت کنی و یه سری آدم‌ها رو واگذارشون کنی به زمان. دمتون گرم.